سلام به همه دوستان خوشمرام و همیاران کاردرست سیمای آزادی. رفقا، از این که وسط گلریزان همیاری مصدع اوقات شریف شدم و خلاصه وقت تماسای شما رو گرفتم واقعا شرمندم، اما بالاخره دست خودتون تو کار دیگه. چارچرخ عظما هوای و موشکافم گوش بزن. منم از پشتیبانی شما انگیزه میگیرم و هر شب پنبه این علیگدا رو اساسی میزنم. آقا باز دارم روده درازی میکنم. دم همگی گرم، بریم سراغ موشکافی امشب. آقا دیروز دریوزگی ولی فقیر رو تو جمعه بازار نظام دیدید دایناسور کپ کرده ولایت چجوری کاسه گدایی رئیسشو آورده بود تو صحن مصلا. فقط مونده بود به شیطان بزرگ بگه عاجزم، بدبختم. به من ولی فقیر بینوا درهمی، دیناری، سنتی چیزی کمک کنید. سخنی با آمریکا و غرب و 5 به علاوه 1. به آنها میگویم نصیحت ایران را بپذیرید. پیشنهاد ایران برد است، یعنی هم به نفع منطقه است، هم به نفع غرب است و البته هم به نفع ایران. اگر نپذیرید دیگه برد نخواهد بود، بلکه برد و باخت خواهد بود. اما چی میبازد؟ این مهم است. هر وقت آمریکا در مقابل مردم ایران و انقلاب ایران ایستاد، باخت. خب بذار ببازه دیگه، معطل چی هستی؟ مگه نمیگی اگه نپذیره میبازه؟ خب شیطان بزرگ دیگه، یه کاری کن ببازه. نکنه دنبال این هستی که شیطان بزرگ ببره هان. خب یه باره بگو خودت از عوامل استکبار جهانی هستی و خلاصمون کن دیگه. سخنی هم با دولت محترم دارم. اولا به دولت تبریک میگویم، حمایتی که مقام معظم رهبری از دولت دارند. ساعت خواب بابا، علی گدا 10 روز پیش از شیخ فری حمایت کرد، تو تازه یادت افتاده؟ بدبخت قرار شده بیاد دستی به سر و ریش شیخ فری بماله، اما شیوهشو بلد نیست. خب حالا بقیهش. و این حمایت و تأیید معناش اینه که آقا راضی نیستند دولت تضعیف شود. معلومه که آقا راضی نیست، نمیتونه راضی باشه. اگه راضی باشه بعد اون زهری که داره تو گلوش میجوشه رو چی کار کنه؟ تناب تحریما رو چی کار کنه؟ باید راضی باشه. تو هم فرستاده که پشت شیخ فری رو جلو دل با پسا پر کنی. عرض کنم که انتخاب شعار تدبیر و امید بسیار انتخاب خوبی بود که من باز اینجا تبریک میگم به دولت در انتخاب این شعار تدبیر. آقا یکی بیاد این منگل عمامه‌دار رو برداره ببره. 1 سال شیخ فری داره با دولت تدبیر و امیدش شیلنگ تخته میندازه، بعد این حاجی مومیایی تازه داره به خاطر انتخاب اسم تدبیر و امید به حسن فرفره تبریک میگه. خب میخندم به ریشت دیگه. لااقل این تعریف و تمجیدهای کشکی رو لای یک قر نیمبند ساندویچ کن که بیشتر از این قضیه ضایع نشه. مبادا خدایی نکرده قسمت عمده بیت المال
سرازیر به سوی دانه درشت ها گردد و چیزی برای دانه ریزها و پا برهنه ها باقی نماند. این هم تدبیر در مورد بیت المال. وای عجب قاطعیتی. دونه درشتایی مثل خودت 30 ساله دارید سر سفره ملت میلنبونید، بعد تازه میگی مبادا؟ برو بابا برو، این انتقادات به درد عمه جانت میخوره. اما رفقا از روزه های آبدوختیاری این دایناسور که بگذریم، میرسیم به علت اصلی این همه پیش و موس کردن خامنه و نماینده هاش از شیخ فری و کابینش. آخه داستان چیه که اینا اینجوری به دست و پا افتادن؟ شیخ فری یه بار دیگه بالا بیار تا همه بفهمن. اما همونطور که گفتم اولویت ها رو ما فراموش نکنیم، ضمن اینکه به حمدالله افکار عمومی جامعه ما در این اولویت ها داره به هم نزدیک میشه. هیچ کس به ما نمیگه امروز که شما مسئله هسته‌ای رو حل نکنید، ولش کنید. هیچ که به ما نمیگه. همه میگن مذاکره جدی انجام بدید، همه میگن این موضوع رو حل کنید. به هر حال تحریم یک باری است. تحریم که بار بر دوش شخص من نیست که من بگم دلم میخواد بردارم بر ندارم، بار بر دوش کل ملت ایرانه، کل ملت ایران. بله، قصه همون قصه تحریم و آتش زهرخوریه. اما یه اولویت دیگه تو نظام ولایت فقیه هست، از اولویت زهرخوری بالاتره. این همون اولویتی که دایناسور نمر موقت جمعه بازارم نتونست ازش بگذره و حل نهایه گذاشتش وسط کاسه زهر شیخ فری. من تقاضا دارم از رئیس جمهور محترم عنایت کنن، ببینن حساسیت مجلس در مورد وزیر معزول چی بوده. این وزیری که رأی نیاورد چرا؟ و نمایندگانی که نماینده مردمن چه نقطه های ضعفی در او دیدند که به او رأی ندادند؟ و تقاضا می کنم فردی را معرفی کنید به مجلس که دیگه این ضعف ها رو نداشته باشه و نقاط قوتش بالا باشه. ترجمه ناله های این حجت الاسلام خرفت اینه که ببین شیخ فری، زهرخوری باشه پایه‌ای، تا آخرش هم پایه‌ای، اما دانشگاه و فتنه و از اینجور شوخی ها رو نداریم ها. این دفعه اگه فتنه بیاد فرق میکنه ها، میزنه چپاق ولایت رو چاق میکنه ها. خلاصه که سریال گیج خوردن ولایت ته بنبست مصیبت ها همینجوری ادامه داره. موشکاف هم پای قضیه است، حتی یه قسمتش هم از دست نمیده. بله ما اینی.